به واقعیت نغمه هنرمند مشهور افغان وفات کرده است. دلیل درگذشت نغمه چی بوده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی نغمه که هرگز باور نخواهید کرد. نغمه در کجا زندگی می کند؟ وای چرا دیگر آهنگ جدید برای دوزاران و طرفدارانش نسرود؟ و لغو کنسرت های نغمه در امریکا چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ترجمنده کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند بی‌بدیل، صدای ماندگار و تاریخ ساز در هنر موسیقی افغانستان است. نغمه هنرمند بی‌بدیل افغانستان بوده است و از کندهار زیباست، اما بزرگ شده ولایت زیبای کابل است. در جوانی ازدواج کرد، اما دیر نگذشت نغمه از همسرش جدا شد و کارهای هنر موسیقیش را کاملا جدا به پیش می برد. وی در کشور امریکا بار دیگر ازدواج کرد. از همسر دومش فرزندی ندارد، اما از منگل دارای 5 فرزند می باشد. یکی از دختران نغمه همسر شفیق مرید، هنرمند بی‌بدیل افغان بوده است. نغمه در کشور امریکا هم کنسرت هایی برگزار می کند. دوزاران و طرفداران خوبی دارد. این هنرمند محبوب و سرشناس افغان تازه تصاویرش به نشر می رسد که وی در کشور امریکا به دلیل سکته مغزی وفات کرده است. تا کنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست، اما لغو تمامی کنسرت های نغمه در کشور امریکا بار انتقادات را به همراه داشته است. نغمه مدت 1 سال می شود دیگر آهنگ جدید نسروده است و تمامی دوزارانش در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از بانو نغمه هستند. من هم آرزوی خوشبختی و سعادت برای این هنرمند بی‌بدیل افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. دوزاران و همراهان نهایت ترجمنده کانال دنیا اینفو، شما هم اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر تک تک شما نازنینان و نهایت ترجمنده کانال دنیا اینفو را برای من امانت گذاشته موفق کامیاب باشید.